بچه خوش اومدیم به یه ویدیو ماینکرافتی دیگه که البته اولین ویدیو چنلمون هم محسوب میشه و امروز اومدیم با اولین آموزشمون، یعنی آموزش ساخت رگبار در ماینکرافت. یعنی که دیگه مثلا جلو خونتون 4 تا از این رگبارا باشه، میشه کلا زامبیا رو بکشید دیگه. اصلا زامبی کنار خونتون جرئت نمیکنه بیاد. و بچه اگه میشه یه هولی بدید برسیم به 5 تا خیلی ممنون میشم و بریم سراغ وسایلی که نیاز داریم. خب اول میایم داخل قسمت یه دونه بلاک بریم، فرق نمیکنه چه بلاکی باشه. بعد میایم توی بد یا طبقه سوم، ردستون تورچامون رو بر میداریم و ردستون داست، یه دونه دیسپنسر میخوایم، لاور، همینا. و از داخل دیسپنسر هم میشه آتیش استفاده کرد، هم میشه تیر. خب برای بچه اول 2 تا بلاک به این صورت میذاریم این طرف و ردستون داستامون رو بر میداریم اینجوری میچینیم و ردستون تورچامون باید سر تا سر اینا قرار داشته باشن که این شکلی بشه و وقتی ردستون بهش وصل کنیم خاموش روشن شه. یه دونه دیسپنسر هم اشتباهی گذاشتیم، این طرف میذاریم این شکل و سیم میکشیم به هر چقدر که دوست داشتید. سیم میکشیم، یه دونه لاور میذاریم واسه خاموش روشن کردنش. الان خاموشه. خب خاموش. یه دونه از این 64 تایی ها میذارم. صبر کنید من یه دونه چند تا ماب بذارم اینجا، خودتون اثرش رو ببینید. برای بچه من یه لحظه ویدیو رو قطع کردم تا شما خسته نشید. الان هم زامبیا رو میذاریم و باید شبش کنیم تا این آتیش برای پیشورد آتیش نگیرن. خب الان دیگه شب شده. خب الان بفرمایید میبینید چجوری مشکل داری ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه. اگه دوست داری بازم از این ویدیو آموزشی بذارم حتما چنلمون رو لایک و سابسکرایب کنین، کامنت یادتون نره و یادتون نره یه هولی بدین بشین 5 تایی. خیلی ممنون میشم و خدا نگهدار.